معاون شهرداری مسکو اندری بچکاریوف از 6 می کار در بعضی از ساختمان‌های مسکو سر گرفته می‌شود. دفتر مطبوعات کمپلکسی ساختمانی مسکو به خبرگزاری تاس اطلاع داده است که ساختمان بعضی بیناها شروع شده، همزمان تعمیر بیناها برای تامین امنیتی ساختمانی از سر گرفته می‌شود. در ساختمان‌های باقی مانده توقف ادامه می‌یابد. شهرداری مسکو قبلا فرمان داده بود که به استثنای ساختمان‌های طبی، علاقه و ساختمان و تعمیر مترو، زیربنیادهای نقلیات، راه آهن و فرودگاه‌ها قطع کرده شود. اصلا در مسکو با فرمان شهردار سرگئی سابیانین از روز 29 مارس به این طرف رژیم گوشه‌نشینی عمل می‌کند که هدف آن جلوگیری از سرایت کرونا ویروس میباشد. ساکنان مسکو تنها در حالت حق دارند از خانه بیرون شوند که به کمک طبی احتیاج دارند و یا به حیات و سلامتی آنها خطر تهدید می‌کند. همچنین به ساکنان اجازه داده شده است به نزدیکترین فروشگاه برای خرید بروند یا در مسافه 100 متری گرد و اطراف خانه‌شان با حیوان خانگی سیر کنند. باقی مانده سیر و گشت در شهر با اجازه‌نامه‌های رسمی است. حکومت به شهروندان وعده داده است در این مدت معاش آنها حفظ می شود، ولی مهاجران تاجیک میگویند کار آنها اساساً کاربای و ساعتبای بوده، فعلا آنها کاملا بی‌درآمد مانده‌اند.